مسئله ششم رو برای ما ذکر یادآوری می‌نماید. آبی که از پس نوشیدن آدم و حیوانات باقی میماند یا سؤر میگویند. میفرماید شیخ آثار الآدمین و بهیمة الانعام. آبی که از پس نوشیدن آدم و حیوانات باقی میماند. از سؤر این آب است که پس از نوشیدن شخص یا حیوان در ظرف یا کاسه یا ستیل باقی میماند. پس اولا سؤر آدمان، آب دهان آدم پاک است و آبی که بعد او در ظرف باقی میماند بعد نوشیدن باشد نیز پاکیزه است. خواه مسلمان باشد خواه کافر باشد، خواه در حالت جنابت باشد خواه در حالت حیض و نفاس باشد، آبی که می‌نوشد پاکیزه است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی هریره گفتیم چی گفت؟ المؤمن لا ينجس، گفت مؤمن ناپاک نمیگردد. روایت مسلم است. و حدیثی که از عایشه رضی الله عنها است، مادر مؤمنان، گفتن که انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها میفرماید که مادر مؤمنان در حالت حیض بودنش از کاسه آب می‌نوشیدند. فیأخذه رسول صلی الله علیه و سلم، و این کاسه را که عایشه رضی الله عنها آب نوشیدن میگرفتن و از آن موضعی که عایشه رضی الله عنها آب نوشیدن از آنجا آب می‌نوشید. فلیضع فاه علی موضع فیها، دهان خود را رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن موضعی که عایشه گذاشتن از آن موضع آب می‌نوشیدن. روایت مسلم است. پس آب دهان انسان چه کافر و چه مؤمن باشد پاکیزه است. برای همین اهل کتاب رو بوای مثلا طعام می‌خوری اجازت هست که این مسائل بعد سپس بدتر بعد در درس آینده با ذکر می‌شود. پس قسم دوم سؤر حیواناتی که سؤر گفتیم چی است؟ باقی مانده آب دهان. سؤر حیواناتی که گوشت آنها حلال است. علما اتفاق نظر دارند که آبی که بعد از نوشیدن این حیوانهایی که گوشت آنها حلال است، مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و غیره، پاک و پاکیزه است. برای این اتفاق نظر دارند. اما سؤر حیواناتی که گوشت آنها حرام است، با مثل خر و دیگر چیزهایی که است. و اینم در بین علما اختلاف است که قول صحیح و درست این است که سؤر آنها پاک است و پاکیزه است، خصوصا اگر آب زیاد باشد. در اینجا آن حیوانهایی که گوشت آنها حرام است و مثل خر از آب را ناپاک نمی‌سازد. اما اگر آب کم باشد و نوشیدن چنین حیوانها طعم یا که مزه یا که بوی یا که رنگ آن آب را اگر که تغییر بدهد آنگاه آب ناپاک می‌گردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که اذا ولغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، وقتی که آب دو قله تقریبا 160-190 لیتر می‌شود، پس بر وی نجاست تأثیر نمی‌کند اگر رنگ، بوی و مزه وی تغییر نیافته باشد. و در مورد گربه فرمودند که انها لیست بنجسین، گفتند که این حیوان گربه ناپاک نیست و انما هي من طوافین علیکم الطوافات، بعد درسته که این گربه از حیوان‌هایی است که در گرد اطراف شما دور می‌زند. از بس که گربه در خانه‌ها دائم قرار می‌گیرد و جدا کردن آن مشکل‌ها و مشقت‌ها دارد، شریعت این را بر سبکی بر ما قرار داد. این از نیکویی‌های شریعت است برای بندگان الله سبحانه و تعالی. و سپس در اینجا می‌فرماید که اما سؤر الکلب، اما آب دهان کلب باشد، سگ باشد یا که خوک همچنین، این دو حیوان ناپاکند و آبی که بعد از نوشیدن آنها میماند نیز ناپاک میگردد. دو حیوان خوک و سگ، این دو حیوان ناپاکند، نجسند و آبی که بعد از نوشیدن آنها میماند در ظرف، پس این ناپاک میگردد. درباره سگ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که طهور اینای احدکم اذا ولغ الكلب ای یغسله سبع مرات او لهن بالتراب، تازه کنی ظرفی که سگ از آن نوشیده باشد، از آن ظرفی که سگ از آن نوشیده است 7 بار گفتن با آب بشوید، 1 بار با خاک. اولین آن را با خاک بشوید گفتن. اما در مسئله خوک باشد، ناپاک بودن خوک، این قول الله سبحانه و تعالی است. گفتن که فانه رجس، گفتن که این خاک، این خوک، خنزیر نجس است. سوره انعام آیه 145. پس خلاصه این موضوعاتی که ما گرفتیم در امروز در بیان احکام طهارت بود. احکام طهارت، اهمیت طهارت صحبت کردیم و قسم های طهارت، که طهارت معنوی میشود و حسی میشود. طهارت در واقع پاکیزگی و نظافت است از پلیدی ها و چرکنی ها و دور کردن بی‌وضوئی، در اصطلاح رفع الحدث، دور کردن بی‌وضو و زوال خبث و دور کردن نجاست ها میباشد. و آب‌هایی که بر آن طهارت کردن جایز است، آب برف، باران، ژوله، چاه، دریاها، اینها پاکیزه هستند، پاک هستند و پاک کننده هستند. آبی که با آن طهارت کردن میشود اگر که بوی، مزه، طعم آن و رنگ آن تغییر نیافته شده باشد. و همچنین بیان کردم که آثار آدم‌ها و حیوان‌ها، اگر که سؤر گفتیم این آب دهان است، آب دهان آدمی این پاکیزه است، از یک کاسه، از یک ستیل، از یک چیز چند کس می نوشد، اشکال ندارد، چی مؤمن چی کافر باشد. اما اگر که از آثار سگ و خوک باشد این گفتن جایز و روان است. و همچنین آثار آن حیوان‌هایی که گوشت آن حلال است پاکیزه است و آثار آن حیوان‌های گوشت آن گفتیم حلال نیست. در بین علما اختلاف است، قول صحیح چیز اینم پاکیزه است. الله اعلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.